سلام. اگر خبر داشته باشد روز 9 انور رئیس جمهور امام علی رحمان فرمان امضا کرد که بر اساس آن مزد کارمندان اداره‌های دولتی از جمله معلمان و ملیسه‌ها در دوام سال از 30 تا 40% زیاد کرده می شود. مثلا اگر مزد کار شما 1000 سومانی باشد پس امسال 1400 سومانی می گیرید. همین مسئله و یک پرسش سریراهی رادیو آزادی در دوشنبه درباره مزد کار در هفته گذشته بحث زیادی برانگیخت و خوب نمیشد اگر شما را در جریان نمیگذاشتیم. سوال هم این بود که در تاجیکستان چند سومانی برای زندگی شایسته کافی است؟ معاش 4000 سومون باشد شاید زندگی خوب رود. برای من همین 1500 تا 1000 بسه. من خودم معلمم، من 1500 اولیک دارم، خیلی به فکر من میرسه. تقریبا 3000 که زندگی خوب گذرانده کنی. این شرایط با این نرخ نوام بلند به حد 2000 باشه بس خیلی خشلو دادم. محض در همین باره و در صفحه‌های رادیو آزادی در یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک بیشتر از 1000 پاسخ دیگر می‌یابید و بعضی از پاسخ‌های جالب را همراه می‌خوانیم و می‌بینیم. و از فیسبوک از شرح کاربر با نام پروینه شروع می‌کنیم که به فرزندان مردم درس می‌دهد. من هم معلمم. خودم تنها اجاره نشین هستم. معاشم در حموم 2800 سومونی نمی‌رسد. اجاره پولی خودش 1500. غیر از پول پرتو، آب، برق. آخر ماه عموماً به پول میمونم. لباس یگان لوازمات دیگر یک طرف است به خوردنم نمیرسد. با گفته روزها ما زندگی نمیکنیم بلکه جون میکنیم. جون کنده مهنت میکنیم. پول برای زندگی کافی نیست. یک کاربر دیگری که خود را در فیسبوک عبدالفتاح شریپوف معرفی کرده است ظاهراً با کنایه از حکومت تاجیکستان خواسته است که مزد کار را بالا نبرد زیرا بر زیان مردم می شود. شرحش چنین است: التماس یگان دیرم زیاد نکنید. خواهش میکنم. جناب عالی نو درباره زیاد کردن معاش از ماه ایول اعلام کرد. الکی از 1 انور نرخ‌ها بالا رفتند. نرخ 1 کیلو کارتوشکا از 4.5 سومانی تا به 5.5 سومانی رسید. اگر معاش را 5000 سومانی کنند پس 10000 سومانی برای زندگانی کمی میکند. التماس زیاد نکنید. فرانگیز فتایی و نام کاربری در صفحه رادیو آزادی در اینستاگرام نوشته است که اگر مزد کار مردم در تاجیکستان بسنده می بود مگر همه مهاجر می شدند. در تقویت این گفته کاربر با نام ماهره حبیب‌الله اگر واقعا نامش چنین باشد چون این شرح را در صفحه ما در اینستاگرام گذاشته است. در تئاتر کار میکردم. به حیث اکتریسا با دیپلم درجه عالی 1300 سومانی بود معاشم. 400 سومانی پول برق می سپردم. 700 سومانی پول اجاره. 1 ماهی دراز قرضدار. شکم کودکم گشنه. ترک وطن کردم. به مهاجری آمدم. بعضی از کاربران حساب کردند که در تاجیکستان چقدر معاش بگیری یا درآمد ماهانه داشته باشه که زندگی درست میگذرد. یکی از آنها سعیدزاده بهروز است که در صفحه رادیو آزادی در فیسبوک چنین نوشته است: اگر یک نفر سر قاقت زندگی کنی در خانه خودت شاید که 1000 سومانی رساند. برای یک عائله عبارت از 4 نفر کم اندر کم 3000 سومانی لازم است اگر که اجاره نشین نباشی. در عموم اگر معاش میانه 5000 سومانی تنها درآمد مرد یک عائله باشد این الکی دیگرگونی و زندگی سیر و پر می شود. در شرایط حاضر بار زندگی را برداشتن بسیار دشوار است. کاربر دیگری در اینستاگرام گفته است 2 کودک دارد و شوهرش 4000 سومانی میگیرد ولی تا آخر ماه بی پول میمانند ولی علاج هم ندارند. دینازه خان گفته است شب و روز ظرف میشوید و روزانه از 50 تا 60 سومانی پول میگیرد که به هیچ چیز نمیرسد. همه جام دردمند شده است گفته است او. شرح تهمینه عارفه و در فیسبوک هم جالب است. من همین آدمانی رو که میگویند 1000 سومانی یا 2000 سومانی به زندگی میرسد نمیفهمم. باور کنید در روسیه کار میکنم 45000 50000 روبل روسی روی میکنم لیکن تا حال قرض دارم. نه ماشین خریده میتوانم نه خانه کلونم رو ساخته میتوانم. اویله‌دار صاحب 4 فرزند با پدر و مادر. در این میان یک کاربر با نام ابوبکر مزد کم را در تاجیکستان سبب اوج گرفتن رشوه‌خواری و نرسیدن پول برای زندگی نامیده و در صفحه ما در اینستاگرام چنین نگاشته است: به خدا تماما نمیرسد. 1000-2000 سومانی چی می شود؟ از سبب مزد کاری پس ملیسم رشوه‌خوار است. در شفاخانه یا هر کجای می روید فقط سم میگویند. سم نداری آدم نیستی. برای همین آدمان با فند و فریب روز میبرند. دیگر چیکار میکنی؟
و طالب خراسانی نام کاربر در جمله بیشتر از 600 شرح کاربران صحیفه رادیو زلی در اینستاگرام نوشته است تا وقتی که در تاجیکستان فساد، پاره‌خوری، رشوه‌ستانی از بین نرود، اگر 10,000 سومانی هم معاش بگیرید به زندگی نمیرسد. طالب درست میگوید یا نه؟ چقدر معاش برای زندگی شایسته در تاجیکستان کافی است؟ پاسخ و یا شرحتان را نویسید تا دیگران هم بدانند. مشکل نیست. زیر همین برنامه و چند جمله آزادی آنلاین به پایان رسید. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.